این حدیث امام بیهقی و امام ابن حبان روایت می کنند و امام طیالسی با سند خود با سند صحیح از امام ابو هریره می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا یقولن احدكم زرعت ولكن لیقل حرثت. میگه هیچ کدوم از شما نگوید من زرعت یعنی کاشتم، زرع کردم، کاشتم، اینو نگویید، بلکه بگویید حرثتو یعنی من شخم زدم، یعنی من این زمین را شخم زدم و اون دانه ای که باید در آن پاشیده شود آن را پاشیدم، دیگه من کاری انجام ندادم، من فقط زمین را شخم زده ام و اون دانه ها را در آن ریخته ام، پاشیده ام، بذر افشانی کرده ام. فرمود اینو نگویید، چون اگر بگویید زرعتو انگار خودت یعنی فعل رویدن این زرع به خودت نسبت میدهید، یعنی من این را رویانیدم، چون اینو هست باید اینو نگویید. امام ابو هریره فرمود این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم دقیقاً مانند فرموده است که پروردگار در سوره واقعه در آیه 63 تا 64 میفرماید افرأیتم ما تحرثون، آیا دیده اید اون چیزی که شما آن را شخم میزنید اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما هستید که آن را میرویانید یا ما هستیم که آن را میرویانیم؟ آیا رویدن آن شما دارید عمل رویدن را انجام میدهید، رویانیدن، یا ما هستیم؟ پس در اینجا خدا فرموده شما دارید کار شما چیست؟ حرث یعنی شخم زدن، شما شخم میزنید، دانه را در آن میافشانید و دانه را در آن میریزید، دیگه بقیه اش زرع آن و زراعت آن و رویانیدن آن پروردگار است. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یا ما هستیم.